دختر خان بودم و یه روز منو دزدیدن. اما با کاری که کردم رئیس راهزنا نظر دیگه‌ای بهم پیدا کرد و منو همراهان و عزیزان داستان ناز سلام. با یک سرگذشت واقعی عاشقانه دیگه در خدمت شما هستم. سرگذشت واقعی آرامیز. با من همراه باشید با شنیدن این داستان. کالسکی از بین دشت عبور می‌کرد و مسیر شهر رو در پیش گرفته بود. از پنجره به بیرون نگاهی انداختم. دیگه به دامنه کوه رسیده بودیم و قصد عبور داشتیم. رو به کالسکی پرسیدم: چقدر دیگه تا اراک مونده هرمز؟ من کمی خسته شدم. تو و پورانم همینطور. حتی این زبون بستم احتیاج به آب و استراحت داره. بهتره یه چشمه پیدا کنی کنارش توقف کنی. هرمز جواب داد: هنوز راه داریم تا برسیم. با این حال امرتون اطاعت میشه بانو. کمی جلوتر یه چشمه از دل کوه سرازیر شده. همونجا توقف میکنیم. ندیمم پوران لبخندی زد. شما یه جا نشستن خوش ندارید بانو. حتی توی عمارت هم که هستید باز باید یه جوری سر خودتون رو گرم کنید. گفتم: نمیدونم چرا طاقت یه جا نشستن و موندن رو ندارم. شاید تعجب کنی اگه بگم دلم میخواست آهوی دشت و کوه باشم تا اینکه دختر خانه عمارت آتش‌کوه. پوران جواب داد: اما محلات اونقدر بزرگ هست که بتونید تا مدتها به جاهای مختلف اون برید و حالا هوای خودتون رو عوض کنید. نگاهی به بیرون انداختم. درسته، اما خب دلم میخواد مکانه دیدنی اراکم ببینم. موندن توی این عمارت برای من حکم زندون بودن توی قفس طلایی رو داره. همون موقع کالسکی با تکونای شدیدی از حرکت ایستاد. البته هرمز به سختی اونو کنترل کرد. من و پوران حسابی وحشت کرده بودیم. کالسکی که متوقف شد با پریشونی گفتم: چی شده هرمز؟ این زبون بسته چرا فرار میکنه؟ هرمز به نقطه‌ای خیره موند. انگار نمیخواست ما رو نگران کنه. اما در صداش ترس خاصی بود. چیزی نیست بانو، نگران نباشید. شاید یه حیوان درنده باشه یا چیزی شبیه این. آخه یه سایه دیدم که از فاصله دورتری عبور کرد. کالسکی رو به حرکت در آورد. بهتره زودتر از اینجا دور بشیم. اگه اشکالی نداره کمی طاقت بیارید تا به اراک برسیم. حس خوبی به توقف تو این مکان ندارم. با شنیدن حرف هرمز دلشوره عجیبی به دلم افتاد. حق داری. نمیدونم چرا منم چنین حسی پیدا کردم. مخصوصا که حرف از اون سایه مشکوک زدی. پوران پرسید: ببینم هرمز، مطمئنی که فقط سایه یه حیوان بوده؟ هرمز اما مردد بود. هرچی که بود بهتره فعلا تا اونجا که میتونیم از اینجا دور بشیم. به کالسکی سرعت بیشتری داد. به بیرون نگاهی انداختم. اما همون لحظه چشم به 2 سیاهی افتاد که یکی به دنبال دیگری و با سرعت پشت صخره‌ای پنهون شدن. از ترس زبونم یه لحظه بند اومد و با چشایی گرد شده به اون سمت خیره شدم. اینا به سایه حیوان شباهتی نداشتن. خدایا، یعنی درست دیده بودم؟ هینه بلندی کشیدم و دستم ناخودآگاه جلوی دهنم قرار گرفت. پوران که از احوالات من وحشت کرده بود رو به من گفت: چی شده بانو؟ چیزی دیدید؟ به سمتی اشاره کردم. اونا سایه آدم بود با لباسای عجیب. خودم یه لحظه که دقت کردم دیدمشون چند نفرن. هرمز با نگرانی گفت: خدا نکنه همونی باشه که حد زدیم. با سرعت بیشتری به راهش ادامه داد، طوری که کالسکی تکونای شدیدی میخورد. پوران ضربه‌ای به سرش کوبید و صداش پر از استرس بود. منظورتون این نیست که راه زنن نه؟ سرمو به علامت تایید تکون دادم. پوران بیشتر از قبل وحشت کرد. حالا چی کار کنیم خدایا؟ اونا تا هرچی که داریم و نداریم و نبرن دست از سرمون بر نمیدارن. هرمز جواب داد: نجات جونمون از همه چی واجب تره، حتی که تمام اموالمون رو ببرن. دقیقاً موقعی که هرمز قصد داشت کالسکی رو به مسیر دیگه‌ای هدایت کنه تا از دامنه کوه دور بشیم، ناگهان تیری به طرفمون پرت شد و درست به بدنه کالسکی اصابت کرد که من و پوران ناخواسته جیغ بلندی کشیدیم. صدای نگران هرمز به گوش رسید. چی شده بانو؟ حالا هر دوتون خوبه؟ با احوالی پریشون جواب دادم. تیرشون به بدنه کالسکی اصابت کرد. پوران با بغض گفت: تو رو خدا هرمز عجله کن، زود باش وگرنه دستشون بهمون میرسه. هرمز همونطور که با دقت حواسش رو به مسیر داده بود جواب داد: بی همه چیزا احتمالاً ما رو محاصره کردن، چون تیر از هر طرف پرتاب میشه.
کلافه به حرف اومدم. یه مدتی خبری ازشون نشده بود. کمی جلوتر کالسکه باز با تکون شدیدی متوقف شد و صدای فریاد تهدیدآمیزی به گوش رسید. بهتره وایسید وگرنه شمشیر و خنجر رو سرتون آوار میکنیم. هرمز گفت بانو چی کار کنم؟ از روبرو هم سد راهمون شدن. اگه بخوام مسیر رو کج کنم ممکنه به همون آسیب برسه. به بیرون نگاهی انداختم و مستحصل لب زدم. بهتره نگه داری. ممکنه بلایی به سرمون بیارن. هرچی که خواستم بهشون میدیم تا دست از سرمون بردارن. از طرفی من مسئول جون شمام و هیچ دلم نمیخواد اتفاقی براتون بیفته. هرمز کالسکه رو نگه داشت و رو به من گفت نمیذارم باعث آزارتون بشن. خودم جلوشون وای میستم. با تندی نگاهش کردم. تو حق نداری با اونا درگیر بشی. هرچی که خواستم بهشون میدیم تا شرشون خلاص بشیم. بعد اشاره‌ای به پوران کردم. مثل اینکه یادت رفته تو و پوران فقط یه هفته از شیرینی خورده هم شدید. نکنی میخوای تن و بدن این دختر بیچاره رو بلرزونی؟ آره؟ هرمز با اصرار گفت ولی بانو منم مسئولیتی دارم. من که نمیتونم ساکت بشینم تا این بی همه چیزا هر غلطی که دلشون خواست انجام بدن. به سرش فریاد زدم. کاری که گفتم و بکن هرمز، وگرنه به خاطر تمرد از اوامرم اخراجت میکنم. هرمز ناچار سکوت کرد. همون موقع دستی از پشت سر یقه هرمز رو گرفت و اونو پایین کشید. پوران با دیدن این صحنه با نگرانی فریاد زد. شما رو به خدا باهاش کاری نداشته باشید. من با اینکه ته دلم ترسی از این ماجرا داشتم، با این حال تلاش کردم به خودم مسلط باشم. ظاهرم رو حفظ کردم. خنجری که توی کالسکه بود و برداشتم و قبل از اینکه پشیمونی بهم غالب بشه از کالسکه بیرون رفتم و به روبرو نگاهی انداختم. 2-3 نفری که اونجا بودن همگی نقاب به چهره داشتن. 2 نفر جلوتر بودن و نفر سوم که کمی عقب‌تر ایستاده بود نسبت به اون 2 نفر خوش قد و قامت‌تر بود. اما توجه من به اون 2 نفری جلب شد که هرمز رو در محاصره خودشون داشتن. خنجر رو به سمت اونی که هرمز رو در حصار دستش داشت نمیتونستم پرت کنم. میترسیدم به خطا به هرمز صدمه بزنم. پس با خشمی که کمتر در خودم سراغ داشتم به سرش فریاد زدم. لاشخوره کثافت، هرچی میخوایم بردارید و گم شید. شنیدید؟ این جوونو ولش کنید تا با این خنجر سینتون رو نشکافتم. به خدا قسم که شوخی ندارم. مردی که هرمز رو نگه داشته بود نگاهی از سر هوس به هم انداخت و با کنایه گفت نکنه باهاش بده بستونی چیزی داری که اینجوری ازش دفاع میکنی ها؟ خب یه نگاهی هم به ما بنداز لوبتک. شاید از این جوونک بیشتر بهت لذت دادیم. صورتم از خشم سرخ شد. خفه شو کثافت، این چرندیات لایق تو امثال توئه که به ناموس مردم چشم نظر دارید. پس دهنتو گل بگیر تا. هرمز به میون حرفم اومد. بانو تو رو خدا آروم باشید، اینا هیچی حالیش رو نیست. بهتری شما و پوران سوار کالسکه بشید و برید. من همینجا میمونم. قبل از اینکه حرفی بزنم پوران از کالسکه پیاده شد و با ترس به سمت من اومد. نگاه نگرانش به طرف هرمز بود. تو رو خدا هرچی میخوایم بردارید. اصلا کالسکه مال شما، فقط ما رو به حال خودمون بذارید. فرد دوم که چشش به پوران افتاد نگاهش برقی زد. به به اینجا رو ببین، مثل اینکه قراره امشب یه ضیافت حسابی داشته باشیم. پوران بیچاره با شنیدن این حرف قدمی عقب رفت و پشت سرم قرار گرفت. هرمز که دیگه طاقت این وضعیت رو نداشت شروع به تقلا کرد. وای به روزگارتون اگه دستتون به این 2 دختر بخوره. تو یه روز به عمرم مونده باشه گیرتو میندازم و بیچاره‌تو میکنم. مرد محکم‌تر هرمز رو نگه داشت. هرمز بیچاره در مقابل اون 3 نفر شانسی نداشت. باید کاری میکردم. یه دفعه کنترلمو از دست دادم و خنجر رو به طرف مرد دوم پرت کردم. اما مرد که حواسش جمع بود فوراً خودش رو کنار کشید و خنجر از کنار گوشش عبور کرد. مرد خشمگین به هم نگاهی انداخت. پوران بیشتر بازدمو فشرد و صداش پر از وحشت بود. حالا چی کار کنیم بانو؟ این وحشی یه چیز دیگه ای تو فکرشونه. با گرفتن اموالمون دست از سرمون بر نمیدارن. همون موقع فکریان به ذهنم رسید که تصمیم به انجامش گرفتم. این تنها راه چاره بود. اما قبل از اینکه لب از لب باز کنم مردی که خنجر رو به طرفش پرت کرده بودم به سمتم اومد و خواست واکنشی نشون بده که صدای نفر سوم متوقفش کرد. وای به حالت که دستت به اون دختر بخوره. میدونی که چه بلایی به سرت میارم. مرد به طرفش سر چرخوند. ولی قربان، مرد اول گفت مگه نشنیدی که رئیس چی گفت مازیار؟ بکش عقب. بعد رو به رئیسشون ادامه داد. خب قربان تصمیم چیه؟
مرد نگاهی به ما انداخت. ببینی تو کالسکه چی دارن؟ شاید سلاحی باشه و بخوان سر بزنگ ازش استفاده کنن. فاصلش رو با من کم کرد. با چشای روشنش نگاه عمیقی به هم انداخت و با کنایه لب زد. شاید این دختر بازم خنجری داشته باشه و این بار بخواد قلب منو نشونه بگیره. درست نمیگم بانو؟ نگاه براقم و به چشای روشنش دوختم. لحظاتی به هم خیره شد. بعد نگاه از من گرفت و رو به مازیار گفت برو داخل کالسکه رو بگرد. مازیار چشمی گفت و رو به مرد دوم ادامه داد هی فرخ، دستای اون جوونک رو ببند و بیا کمکم کن. از سر و ظاهرشون مشخصه باید چیزای گرون قیمتی همراهشون باشه. فرخ قصد این کارو داشت که رئیسشون گفت نیازی به این کار نیست. همه متعجب نگاهش کردیم. جوون نگاه روشنش به سمت من چرخید. لحظاتی خیره و مطمئن شد. از درون دلم لرزید، اما ظاهرمو حفظ کردم و با جدیت مات چشاش شدم. جوون همونطور که نگاهش به من بود بازومو به سمت خودش کشید و بقیه رو مخاطب قرار داد. من این بانو رو پیش خودم نگه می‌دارم تا شما کارتون تموم بشه و مطمئنم که کنیز و نوکرشم خوب میفهمن حالا که جون بانوی امارتشون در خطره به خودشون جسارت و شهامت هیچ غلط اضافه‌ای رو نمیدن. مگه نه؟ هرمز عصبانی فریاد زد. امکان نداره اجازه چنین کاری بدم. جوون نگاه تندش رو به هرمز دوخت. هیچ میدونی با کی داری حرف میزنی جوونک؟ نکنه خیالت رسیده من یه تازه کارم و نمیدونم باید چه تصمیمی بگیرم. در ضمن اختیار این دختر فعلا با منه، نه تو و یا حتی پدرش. هرمز از عصبانیت صورتش سرخ شده بود. نباید اجازه میدادم از سر جوونی دست به کاری بزنه که باعث پشیمونیش بشه. بلافاصله رو به رئیس راهزنا کردم. تصمیمم جدی بود. من حاضرم پیش شما بمونم، به شرطی که بذارید این جوون و عیالش از اینجا برن، اونم با کالسکه. در عوض میتونید بابت آزادی من از پدرم طلب سکه کنید. با کنایه لب زدم. ببینم این مقدار جلب رضایت شما رو میکنه یا امر دیگه هم هست. این حرف من هرمز رو برافروخته کرد. اما این معامله درست نیست بانو. رو به هرمز تشر زدم. تو دخالت نکن، به تو مربوط نیست. پس دست عیالتو بگیر و برگردید آتشگو. نگاهم به چشای جوون مات شد و هرمز رو مخاطب قرار دادم. از وجنات این جوون مشخصه که اهل معامله است، وگرنه که این حرفو من نمیزدم. یعنی شانس بیشتر از این حد نیست. در غیر این صورت من با احترام بیشتری باهاش صحبت میکردم و با همون احترام پیاله نداریشو پر میکردم. نمیدونم چی شد که کنترلمو از دست دادم و اینطور رو با خشونت در کلام جوون رو سرزنش کردم. انتظار هر واکنشی رو از جوون داشتم که همینطور شد و درست همون لحظه با پشت دست طوری به دهنم کوبید که سرم به سمتی چرخید و گرمی خون رو در گوشه ی لبم حس کردم. پوران جیغی کشید و هرمز فریاد زد، اما این صدای جوون بود که با خشم در فضا پیچید و به گوشم رسید. تو فکر کردی کسی که با من اینطوری حرف میزنی؟ شایدم غرور جایگاه و اصل و نسبت تو رو وادار کرده تا با همه اینجوری نیش و کنایه دار حرف بزنی و در موردشون این قضاوت‌ها رو بکنی. اما هنوز منو نشناختی. اگه بخوام طوفان یا جهنم بپا کنم هیچ کس جلودارم نیست، حتی اجداد خانیت. شنیدی دختری متکبر؟ بازومو به چنگ آورد. خنجری از پر شال کمریش بیرون کشید. اونو زیر گلوم گذاشت و با خشم بیشتری لب زد. کشتن تو برای من از پر کردن همون پیاله‌ای که گفتی خیلی آسون تره. میخوای امتحان کنی؟ هرمز قدمی جلو گذاشت. بجاش منو زندانی کن، اصلا بکش، اما دست سر بانو بردار. جوونیم چرخشی به سرش داد. وایسا سر جا جوونک بی مغز تا ندادم همینجا چالت کنن. رو به فرخ و مازیار گفت لازم نیست چیزی از اون کالسکه بردارید. این ندیمه و کالسکه چی رو آزاد کنیم برن تا خبر به دام افتادن بانوشون رو جار بزنن. من با این دختر خیلی کار دارم. مازیار و فرخ اطاعت امری گفتن و با زور هرمز و پوران و سوار کالسکه کردن. مازیار رو به هرمز با تهدید گفت بهتر جون و شرف خودت و عیالتو برداری و بری به فکر کمک کردن و نجات بانوی امارتت باشی. اگه نبخوای وایسی و دست کنی ممکنه پشیمون بشم و کاری رو که نباید انجام بدم. میفهمی که؟ هرمز که چاره‌ای ندید ناچار به پذیرفتن حرفشون شد. فقط موقع رفتن با چشمانی سرخ از عصبانیت و حالت شرور رو به من گفت حاشا به غیرتم بانو، چطور شما رو اینجا بذارم و برم؟ خدا منو نبخشه،
مطمئن باشید دوباره برمیگردم. صدای حقیق پوران به گوشم رسید. با سر بهشون اشاره کردم تا دور بشن، چون ممکن بود راهزنا پشیمون شد و بلایی سرشون بیارن. کالسکه به راه افتاد و دیدم که هرمز و پوران هر از گاهی به عقب برمیگشتن و نگاهی به من مینداختن. من خوب میدونستم کاری ازشون بر نمیاد جز قصه خوردن. جوان رو به افرادش گفت: برید و پناهگاهو برای پذیرایی از این مهمون ناخونده آماده کنید. متوجهید که ما پشت سر شما راهی میشیم. فراخ و مازیار که راهی شدن، جوان بازومو که هنوز در دست داشت با خودش به سمتی خلوت که در مسیر جاده نبود کشوند. بیا بانو که تازه کار ما با هم شروع شده. بی اختیار و مثل پر کاهی به دنبالش کشیده می شدم. اصلا نمی دونستم چی تو سرش می گذشت. خدایا نکنه همینجا کارمو تموم کنه و رهام می کرد. شروع به تقلا کردم. ولم کن، چی از جونم می خوای راهزنه بی؟ هنوز حرف کامل از دهنم خارج نشده بود که برای دومین بار سیلی دیگه‌ای به صورتم زد که این بار به زمین پرت شدم و خون بیشتری از لبم جاری شد و کمی از لباسم رو رنگین کرد. با خشم به سرم فریاد زد: وای به روزگارت اگه دفعه بعد باز کلمه راهزن از دهنت خارج بشه و منو اینجوری خطاب کنی، وگرنه این بار به جای لبت قلبتو با همین خنجر میشکافم تا بفهمی با کی طرفی. من اگه بنا به راهزنی داشتم که الان نه اموالی در دست کنیز و نوکرت بود و نه تو جون و شرفی داشتی. همون روزگار وادارم کرده خیلی بیرحم باشم، به همون اندازه که با من تا شد بدتا کنم با گرگایی در لباس میش تا یادشون بندازم گردونه روزگار گاهیم برای اونا کج میچرخه. نقابشو با شدت از صورتش کشید، به طوری که موهای خرمایی رنگش روی صورتش افتاد. چشای روشنش، سرخ و حالت برافروخته چهرهش با ابروانی گره خورده منو مات خودش کرد. بازومو گرفت و به سمت خودش کشید و رخ در رخ من قرار گرفت و وادارم کرد تا مات نگاه خشمگینش بشم. خوب به من نگاه کن آرامیست، تا چهرم توی ذهنت بمونه، تا نگاهم، چشام و حالت سردی و نفرتمو از وجودم درک کنی و بفهمی زهر نفرت و تلخی چیه. از شنیدن حرفاش شوکه بودم. یعنی از قبل منو میشناخت یا اسممو از کسی شنیده بود. حتی اگه اینطور بود من که یادم نمیاد اونو تا به حال دیده باشم. چیزایی که گفت بیشتر به گرفتن انتقام شباهت داشت تا تسویه حساب کلامی که من از سر خشم به زبون آورده بودم. دستش از بازوم به سمت گردنم کشیده شد. اون قسمتو فشرد و سرمو به سرش چسبوند. چشای روشنش با اون رگه‌های سرخ از عصبانیت لرزه‌ای به دلم انداخت. از نفسای گرم و آتشینش تمام تنم به بدترین شکل گر گرفته بود. جوان با خشم لب زد: یه چهره و اسم من تا ابد تو یادت بمونه. تو لحظه زندگی تو بیداریت، تو تخت و موقع خوابت، کابوس روز و شبت میشم، طوری که اسم من ورد زبونت بشه. روشاک. نه فقط الان، تا که همه ی روزگار بس باشه واسط از من گفتن و شنیدن، تا که دل و تنت بلرزه وقتی اسم منو بشنوی و وقتی حضورمو حس میکنی و سایمو روی زندگیت میبینی. دستم ناخودآگاه روی سینه‌اش نشست تا از خودم کمی دورش کنم. اونطوری عصبانی بود که حتی اگه همین لحظه جونمم میگرفت متوجه کاری که میکرد نبود. خدایا این همه خشم و نفرت برای چی بود؟ اسم روشاک چند بار و مدام توی ذهنم تکرار شد، اما چیزی رو به یاد نیاوردم. هیچ نشون و هیچ یادی که به من و اون مربوط بشه. ولی انگار هرچی بیشتر تقلا می کردم برای دور کردنش اون جری‌تر می شد برای این همه حس نزدیکی پر از تشویش. با تمام شهامتی که داشتم لب زدم: از من چی میخوای؟ تو کی هستی؟ چشای سرخش رو تو اجزای صورتم گردش داد. انگار دنبال نشونه‌ای یا چیزی میگشت. نمیدونم. شایدم میخواست از دیدن حالت ترسی که به جونم انداخته بود لذت ببره. حتی جرأت نداشتم یه بار دیگه کلمه راهزن رو به زبون بیارم تا مبادا رفتار خشونتبارش رو بیشتر به رخم بکشه. روشاکم و بی توجه به سوالاتم به لبام خیره بود که هنوز رد خون روی اون بود و کمی درد داشت. همون لحظه لبامو به کام گرفت و چنان فشرد که در تمام تنم پیچید. اینی عاشقانه نبود. از قصد این کارو کرد تا منو آزار بده و این نیتشو در نگاه برزخیش به وضوح میتونستم ببینم. جرأت عقب روندنش رو نداشتم، چون ممکن بود بیشتر به لبام فشار بیاره و درد بیشتری رو تحمل کنم. خدایا این چه کابوسی بود؟
بالاخره رضایت داد و سرش رو عقب کشید و با وجود دردی که کشیده بودم و نم اشکی که به گوشه چشم نشسته بود، باز اجازه اشک ریختن رو به خودم ندادم. من دختر ضعیفی نبودم که بخوام خودم رو به راحتی ببازم، اما خشونتی تا این حد و تا به حال از هیچ کسی ندیده بودم. دستم بی اختیار به سمت لبم رفت، اما قبل از اینکه اونو لمس کنم مچ دستم در حصار انگشتاش قرار گرفت و به پشت سرم کشیده شد که هین خفه‌ای کشیدم. گفتم تو کی هستی؟ از جونم چی میخوای؟ میدونستم اگه کلامی به زبون بیارم که اون بیشتر از عصبانی بشه قطعا تلافیشو سرم در میاره. با این حال به حرف اومدم. واقعا که شرم آوره تو زور و بازو تو به رخ یه دختر میکشی. این شهامت نیست. ضعف تو در موندگی تو پشت خشونتت پنهون کردی. مرد باش و حقیقت این رفتار تو بگو. تو جز یه اسم چیزی نگفتی تا بدونم چرا مستحق این رفتارم. یه آن دستش بالا رفت تا سیلی دیگه‌ای به صورتم بذاره، اما نمیدونم تو چشام چی دید که لحظاتی مات نگاهم شد و لب زد. لعنت به تارامیس، لعنت به این. سکوت کرد و دستاش همزمان پایین افتاد. نه حرفی زد نه جواب سوالمو داد. فقط بازومو گرفت و به دنبال خودش کشید. به سراغ اسبش رفت و امر کرد. سوار شو. از سوار شدن امتناع کردم. به یقم چنگ زد. گفتم سوار شو تا گیسکشون نبردمت. مطمئن بودم با حرفایی که زده بود پی سکه و طلا نبود، اما با یه چیزی میگفتم تا بلکه به حرف بیاد و بفهمم چرا منو به گرو برداشته. چی اونو رنج میداد؟ یا پای چه ماجرایی وسط بود که اینطور منو اسیر خودش کرده بود؟ پس به حرف اومدم. اگه قصد معامله کردنمو داری بگو چقدر میخوای تا. عصبی به میون کلامم اومد. از تو بعیده که هنوز فکر میکنی پای طلا و سکه وسطه. این بار اگه تحمورس خان سر تا بامم طلا بگیره به همین راحتی نمیتونه رنگ دخترشو ببینه. باید همون اندازه زجر بکشی که من، باید همون مقدار وحشت و ترس و تجربه کنی که من. بعضی زخم‌ها هر چقدر قدیمی بشن ناسورتر میشن و من همون زخم قدیمیم که ناسور شده و حالا افتاده به جونت. منو به طرف اسبش هل داد. فریادش پر از خشم بود. سوار شو تا زیر دست و پای اسبم هلاکت نکردم. ناچار سوار شدم. خودشم پشت سرم روی اسب قرار گرفت و به راه افتاد. نمیدونستم سرنوشتم با این مرد به کجا میکشید. اونقدر با سرعت به تاخت میرفت که انگار میخواست پرواز کنه. شایدم میخواست به آخر دنیا برسه. هرچی که بود شراب نخورده مست بود و احوالاتش خارج از کنترلش به نظر میرسید. وقتی اسبو وادار میکرد تا از روی مانعی عبور کنه انگار دقیقاً قصد داشت ته دلمو با این رفتارش خالی کنه، طوری که یکی دو بار از وحشت افتادن ناخواسته زانوانش رو گرفته بودم و چشامو محکم به هم فشردم و حتی یکی دو بار صدای پوزخندش رو از این رفتارم شنیدم، اما اهمیتی ندادم چون یه حسی بهم میگفت بدتر از این رفتار در انتظارمه. مسیری که طی کردیم اصلا برام آشنا نبود. بالاخره برج و باروی قلعه‌ای دور افتاده در برابر دیدگانم پدیدار شد. با اینکه تا به حال گذرم از این مسیر نیفتاده بود، اما مشخصات این قلعه چقدر به نظرم آشنا می اومد. به مقابل اونجا که رسیدیم اسب متوقف کرد. سرش رو شونم قرار گرفت و دستش نوازشوار روی بازوم نشست. از این رفتار غیر منتظرش تعجب کردم. کنار گوشم با حرص لب زد. اینم از شکنجهگاه تارامیس عزیزم. ببینم خوشت میاد؟ مات قلعه متروک شدم. شکنجهگاه؟ خواستم به سمتش برگردم، اما با فشاری که به بازوم آورد و دستی که دور تنم حلقه شد اجازه این کارو به هم نداد. تو فقط کافیه چند روزی با هم باشی تا از اینجا بودم با من لذت ببری. حس خوبی از حرفاش نداشتم. اون میخواست ذهنمو آماده ای اتفاق کنه. اتفاقی که بیشتر به انتقام شباهت داشت و حتی نمیدونستم دلیلش چی بود. سرشو از روی شونم برداشت رو به بالای قلعه نگاهی انداخت. به فرخ که بالای قلعه ایستاده بود با دست علامت داد که در قلعه رو باز کنه. طولی نکشید که در بزرگ و چوبی با صدای خشداری باز شد و رشاک اسبو به داخل هدایت کرد. منو با حرکتی خشونت‌آمیز از اسب پیاده کرد و همونطور که با خودش به طرف در اصلی ساختمون می‌برد رو به فرخ گفت اسبو ببر برای تیمار. مازیار کجاست؟ فرخ افسار اسبو گرفت. رفت کمی آذوقه تهیه کن و اطراف آتشگو یه سر و گوشی به آب بده. رشاک به حرف دیگه‌ای منو با خودش به داخل یکی از اتاقا برد و در رو محکم پشت سرش بست.
وسط اتاق پرتم کرد رو زمین. افتادم. کنارم نشست و دستشو ستون تنش کرد. نگاهی از سر تلخی و نفرت به هم انداخت و سرتر لب زد. آماده یارامیز؟ روشک قراره برات لحظات به یاد موندنی بسازه که تا آخر عمرت فراموش نکنی. عزیزان و همراهان، چنانچه هنوز داستان ناز رو سابسکرایب نکردید، لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب عضو همیشگی کانال ما بشید. ادامه داستان رو بشنوید. دستش لابلای موهام قرار گرفت و سرمو با حرکتی تند به صورتش نزدیک کرد. از دردی که در سرم پیچید جیغ خفه‌ای کشیدم. تو دیوونه‌ای جناب روشاک. یه مجنون که از سر حقارت و تکبر سر و بازوتو به رخ یه دختر میکشی. واقعا شرم‌آوره. این حرفم باعث خشم بیشتر روشاک شد. منم خیال دارم همینو بهت بفهمونم. شرم‌آور اینه که یه زن از وسط خونش رو جلوی چشای بچهش بدزدن و به التماساش اهمیت ندن. با لگد و سیلی به جونش بیفتن و بخوان همون زور و بازویی که گفتی رو به رخش بکشن. پس یا بازم بگم؟ اصلا از حرفاش سر در نمی آوردم. منظورش از اون زن و بچه و دزدی چی بود؟ من تا به حال حتی یک کلمه از این داستان رو نشنیده بودم. داشتم تو ذهنم پی ماجرای مشابه قصه روشاک میگشتم، اما چیزی به خاطرم نیومد. ممکن بود اشتباه گرفته باشه، اما اون اسممو میدونست. لحن تحقیرآمیز روشاک منو از افکارم بیرون کشید. واقعا که چه روزگاریه. هم عجیبه هم بیرم. ببین کارو به کجای کشونده که یه دختر از طایفه قلعه‌ها حالا خودش گرفتار یه قلعه متروک شد و شکنجهگرش نوه دشمن گرشاخان شده. متعجب نگاهش کردم. با آوردن اسم پدر بزرگم دیگه شکی نداشتم که روشاک اشتباه نکرد و حتما یه داستان این وسط بوده که از من مخفی مونده. لب زدم. من از چیزایی که گفتی خبر ندارم. هیچ وقت این داستان از زبون کسی نشنیدم. شایدم نخواستم من بدونم. پس گناه من این وسط چیه که اینطور حسابم میدی؟ روشاک سرمو به شدت به عقب هل داد و خنده کوتاه اما تلخش در فضا پیچید. سرنوشت تلخی که از سرم گذشت داستان نیست بانو که من بخوام برات تعریف کنم و لالایی خواب شبونت بشه. گذشته از این. تقصیر من اون وسط چی بود؟ یه بچه که تا سرحد مرگ وحشت رو تجربه کرد؟ دست نوازش به جهنم. هیچکی نبود تا جواب سوالاتشو بده. بگه چرا مستحق این عذاب کشیدنه؟ مگه گناه من چی بود؟ الانم گردونه گشت و قره این بار به نام دختری افتاده که از قضا نوه دشمن ما و طایفمون بوده. کسی که با پدر بزرگم دشمنی داشت. اما تقاصشو من و مادرم پس دادیم. اما من اونقدر وجدان دارم که فقط از تو به تنهایی انتقام بگیرم و پای شخص دیگه ای رو وسط نکشم. خانوادت باید بفهمن وقتی بچه‌ای جلوی چشم مادرش سار میزن و حتی بهش رحم نمی‌کنن یعنی چی. خیلی دلم میخواد قیافه اونا رو ببینم وقتی که دخترشون به این شکل عذاب میکشه. مکسی کرد. اما نه، اونا باید توی بیخبری بمونن. به اضافه کنن یه ده راستن تو رو بردن. اینطوری رنجشون بیشتر میشه. محاله کسی به این قلعه دور افتاده شک کنه. پس مطمئن باش حتی فریادم بزنی کسی صداتو نخواهد شنید. بانوی آتشکو. خودم اینجا وسط آتیشی به پا میکنم که جهنم در برابرش بهش باشه. به طرف در اتاق رفت. به سمتم چرخید. میدونی خیال دارم چی کار کنم؟ من بی انصاف نیستم. فقط میخوام همون جوری شکنجت کنم که مادرم آزار دادن. البته که الان نمیگم سرنوشت مادرم چی شد. حتی نمیگم زنده موند یا نه. آزاد شد یا نه. میخوام قدم به قدم جلو برم و خودت لحظه به لحظه اونو تجربه خواهی کرد و در نهایت اونجوری خواهی فهمید که سرنوشتش چی شد. من اینجام که تک تک اون اتفاقات روزگار رو دوباره تکرار کنم. همون سایه شوم زندگیتم آرامیس. بعد بیرون رفت و در رو محکم به هم کوبید. من تازه به خودم اومدم و تمام وحشت و ترسی که در این چند ساعت تجربه کرده بودم و زار زدم. اما بی صدا و در خلوت که مبادا به گوش روشاک برسه و از این حال نظرم لبخند به لبش بیاد و مغرور و فاتحانه با تحقیر نگاهم کنه. اما درست همون لحظه که فکر می‌کردم خلوتی برای شکستن غرورم پیدا کردم، یان در اتاق باز شد و روشاک با قدمای تند به سمتم اومد و سرمو با حرکتی خشن بالا گرفت و با دقت و حالتی سردم و غرورآمیز به اشکام نگاهی انداخت و انگار هر کدوم از این قطرات اشک آبی بود با آتیش دلش، چون با ولع خاصی به هم خیره شده بود. با دیدن این حالتش گریه نکردم، اما دیگه دیر شده بود. روشاک پوزخندی زد و با تلخترین لحن به حرف اومد. مثل این که درست حد زده بودم.
به یکم تنهایی احتیاج داشتی تا خود واقعی تو نشون بدی. پس گریه کردنم خوب بلدی. میخوام بازم گریه‌تو ببینم. نمیدونی که دیدن هر قطره اشکت چقدر بهم تسلای خاطر میده. نگاه سردم و به غرور چشاش گره زدم و اون لبخند تحقیرآمیز غرورش رو به چشام داد و بعد بی هیچ حرف دیگه ای از اتاق بیرون رفت و منو مات این رفتارش کرد. هیچ فکرشو نمی کردم که اینطوری منو به زانو در بیاره و حالا اولین ضربه شلاقش رو اینجوری به روحم زده بود. روشاک درست می گفت. اون شبیه یه زخم ناسور شده بود که الان به جونم افتاده و داشت ذره ذره وجودم رو به بند می کشید. فقط یه چیز برام عجیب بود. دیگه توی وجودم مثل اولین لحظه‌ای که دیده بودمش نفرتی در کار نبود. شاید الان که داستان زندگی و سرنوشت تلخش رو برام گفته بود بیشتر بهش حق میدادم. چون هر چقدرم که 2 نفر با هم دشمن بودن نباید با بی‌عدالتی پای افراد بیگناه و به معرکه بی‌وجدانی خودشون میکشیدن. پدر بزرگ من تاوان سختی باید بابت این ماجرا به روشاک پرداخت میکرد. الان روزگار منو سر راهش قرار داده بود. هرچند بیگناه بودم، اما این همون عدالتیه که از گردش روزگار بعید نیست. حالا که من مأمور بودم تا با شکنجه شدنم آبی به آتیش دل سوخته ی روشاک باشم، پس باید اونو میپذیرفتم. سرد و خاموش، ساکت و آروم تا برای همیشه ختم قائله این مکتوب نانوشته باشم. این فکر از ذهنم گذشت و این تصمیمو که گرفتم دلم آروم شد. دیگه نخواستم تقلایی کنم. شاید اگه این اتفاق نمی افتاد جهان گردون طور بدتری از دین و ازم تاوان می گرفت. پس به چنین تقاصی رضایت دادم تا شاید پایانش برام خوش تموم بشه. هرچند من که نمی دونستم پایان داستان سرنوشت مادر روشاک به کجا کشیده بود، اما خواستم تسلیم بشم تا شاید تقدیر بهتری به من بخشیده بشه. شب شد و نه خبری از آب بود و نه حتی یه تیکه نون که ضعف بدنم رو برطرف کنم. یه دفعه چیزی به یاد آوردم. روشاک گفته بود عدالت به خرج میده و همونطور شکنجم میده که به سر مادرش اومده، نه کمتر و نه بیشتر. پس یعنی من الان داشتم همون سختی رو تجربه میکردم که اون کشیده بود. با همه این احوالاتم نه حرفی زدم و نه فریادی کشیدم و نه خواسته ای داشتم. بالاخره در باز شد و قامت روشاک در درگاه نمایان شد. اونقدر ضعف و بیحالی به هم غلبه کرده بود که توان گفتن کلمه ای رو نداشتم. حتی نتونستم سرمو بالا نگه دارم. فقط همون یه لحظه کافی بود تا نگاهش کنم و مطمئن بشم اومده تا شاهد احوالات درموندن باشه. میتونستم حدس بزنم که چقدر از تماشای من در این حال رضایت داره. به هم نزدیک شد. این بار با قدموی آهسته و سنگین. به دیوار تکیه داده بودم. زانوانمو در بغل جمع کرد و سرم روی اونا افتاده بود. احساس کردم کنارم نشست. سرمو بالا نگه داشت. چشای بی حالتم به نگاه سردش دوخته شد. لب زد. این تازه اولش عزیزم. باید صبر و تحمل داشته باشی. روشاک انتظار داشت عصبانی بشم. فریاد بزنم بهش التماس کنم که این کارو با من نکنه. اینا رو از نگاهش خوندم. اما من نمیتونستم و نمیخواستم که این کارا رو بکنم. روشاک منتظر نگاهم کرد. سکوتمو به روی خودش نیاورد. اما گفت نگران نباش. هنوز کلی راه داری تا به احوالاتی که باید برسی و من برای اون موقع بازم صبر میکنم. همونطور که تا به حال صبر کردم. من فقط لبخند تلخ و محو گوشه لبم نشست و شلاقی رو که به همراه آورده بود بالا گرفت. انگار برای زدن تردید داشت، ولی اولین ضربه رو به تنم فرود آورد و من فقط ناله ضعیفی از گلوم به گوش رسید و اعتراضی نکردم. ضربه دومو با تردید بیشتری به تنم فرود آورد، اما من بازم واکنشی نشون ندادم. منتظر ضربه بعدی بودم، اما برخلاف انتظارم کنارم نشست. به صورتم نگاهی انداخت. لبخند تلخم هنوز گوشه لبم بود. با اینکه آروم لب زد، اما شنیدم که گفت تو دیوونه شدی که زیر شکنجه لبخند میزنی دختر؟ بیرون رفت و بعد از لحظاتی با پیاله آب برگشت. اولش فکر کردم دلش به حالم سوخت و میخواد با این پیاله آب منو سیراب کنه، ولی اونو در مقابل چشام گرفت. تشنگی آزارت میداره؟ میخوای سیرابت کنم؟ بعد پیاله رو در فاصله دورتری قرار داد و گفت اگه جرأتشو داری برو خودتو سیراب کن تا ببینی چطور با این شلاق حالتو جا میارم. با اینکه تشنگی به هم فشار آورده بود، اما حتی نگاهی به پیاله ننداختم. فقط بی حالت بهش خیره شدم. تو که دلت خوش باشه با دیدن این احوالاتم
یعنی من تاوان تقدیر بچگی تو رو دادم و همین برای تو کافیه، مگه نه؟ روشا که انتظار شنیدن این حرفو از من نداشت کمی جا خورد، اما خیلی زود نگاهش تحقیرآمیز شد. هنوزم طعم واقعی شکنجه رو نچشیدی که اینجوری لفظ میای، ولی 2 روزی که بگذره دلت میخواست سر به تن من نباشه. هرچند الانم همین حسو داری، فقط به روی خودت نمیاری. روشاک صداقت حرفای منو باور نداشت، اما برای من مهم بود که اینجوری و به این شکل دلشو خوش کرد و نفرتو ازش دور کنم. خوب میدونستم به خاطر یک کینه قدیمی این بلا به سر احوالاتش اومده. شاید اگه منم بودم همینقدر کینه‌جو میشدم. ولی حس میکردم نیروی منو وادار میکرد تا با وجود تصمیم اشتباهی که گرفته بود در کنارش باشم، نه در مقابلش. و این درست همون چیزی بود که روشاک نمیتونست، شایدم نمیخواست اونو بپذیره. صدای روشاک با حرص به گوشم رسید. پس چرا تقلا نمی‌کنی دختر خان؟ مگه تو نوه گرشا نیستی؟ پدر بزرگ بیرحم چکنجهگر قهاری بود. چطور تو که نوشی انقدر بی‌تفاوتی؟ مکسی کرد. اصلا اینم یه جور سیاست کثیف طایفتونه. آره؟ البته که از شما بعید نیست، اما این تک تک شکنجه‌ایه که من از افراد خاندانت یاد گرفتم. وگرنه که چه میدونستم شلاق و آزار یعنی چی؟ آروم و با بیحالی لب زدم. تو درست گفتی روشاک. باید تمام اون لحظات رو لمس میکردم تا به حقیقت این آزار پی ببرم. الانم همون چیزی شده که تو خواستی. من کوچکترین گناهی در اون بی‌عدالتی نداشتم، اما همین اندازه درک کردم که چه حسی داشتی. فریاد روشاک به سرم آوار شد. تو فکر میکنی که فهمیدی و درک کردی، اما هیچی نمیدونی، چون هنوز به اون حد از شکنجه نرسیدی. لب زدم. باشه، تا نهایت این قصه برو و ببین که چطوری من پا به پات میام، قدم به قدم تو، تا اونجایی که رضایت به قلبت بیاد و لبخند به لبات. روشاک از طبیعی با پاش ضربه‌ای به پیاله آب زد. ظرف شکست و آب پخش زمین شد. فریادش با زرگوشم پیچید. تو میخوای با این حرفای صدمن یقاز منو دیوونه کنی و به زانو در بیاری، ولی خبر نداری من تا ته جنون رو رفتم آرامیز، تا ته جنون. دستی توی موهاش فرو برد. پریشونی از احوالش مشهود بود. انگار در صبری که حرفشو زده بود چندانم موفق نبود. اون اشتباه میکرد و تصور داشت من از این طریق خیال آزارشو دارم، اما واقعا میخواستم بهش کمک کنم تا از حصار این زخم ناسور شده نجات پیدا کنه. کاش نیت قلبی منو درک میکرد، اون وقت حالش بهتر میشد، میتونست به دنبال سرنوشتش بره. اما مثل روز برام روشن بود که این انتقام حال دلشو خوشتر نمیکرد. با این حال شاید در تصمیم درستی که گرفته بودم موفق می شدم. پس باید با صبر و تحمل ادامه می دادم. اون شب روشاک به دیدنم نیومد و من اونقدر ضعف داشتم که بیهوش شدم. ولی صبح که اشعه های آفتاب به صورتم تابید با بیرمقی چشامو باز کردم. به اطرافم نگاهی انداختم و یه لحظه سایه‌ای رو دیدم که با عجله از اتاق بیرون رفت. اما نتونستم بفهمم کی بود. با این حال برام فرقی نمی کرد. خودم رو روی زمین دیدم. همون جایی که افتاده بودم. میخواستم از جام بلند شم اما نتونستم. همون موقع در باز شد، اما توان بالا گرفتن سرمو نداشتم. صدای فرخ به گوشم رسید. پاشو بانوی سابق امارت، برات غذا آوردم. ظرف غذا رو کناری گذاشت و خواست بهم کمک کنه که لب زدم. به من دست نزن، وگرنه با همین بیرمقی جیغ میزنم و آبرو تو میبرم. فرخ دستش رو عقب کشید. عجب وقیحی تو، با وجود این حال و احوالت باز غرور از سر و روت میباره. حرف کنایه‌آمیزش به گوشم نشست. ببینم فقط خوش نداری من بهت دست بزنم؟ آره، اما دیشب که رئیس به اون حال نزداری که داشتی اومده بود سراغ تو رو بغل گرفته بود اشکالی نداشت. از شنیدن حرفش شوکه شدم. روشاک منو به آغوش گرفته بود، پس چرا چیزی یادم نمی اومد؟ با این حال حرف فرخو باور نکردم و پوزخندی زدم. هر طور بود دست به دیوار گرفتم و نشستم. بیرمق لب زدم. اینا رو میگی که منو به باسی بگیری اما کور خوندی. فرخ با خونسردی به حرف اومد. همین چند لحظه قبل اومد بیرون. چطور متوجهش نشدی؟ در ضمن گفتن این حقیقت چه فایده‌ای برای من داره؟ من و مازیار که بدون امر رئیس حق خوردن یه جرعه آبم نداریم، چه برسه بخوایم به دختری چشم داشته باشیم که براش با بقیه تومانی سرنار توفیر داره. چی داشت میگفت؟ من با بقیه برای روشاک توفیر داشتم؟ اونم با شکنجه و آزاری که داشت بهم میداد؟ با این انتقام و نفرت و کینه‌ای که ازش دیده بودم و درک کرده بودم؟ ولی بازم باور نکردم.
از من خیال داشت حقه‌ای سوار کنه و باز منو طور دیگه‌ای تحقیر کنه. خودمو عقب کشیدم و به دیوار تکیه دادم. فرخ ظرف غذا رو مقابلم گذاشت. تو که اجازه نمیدی کمکت کنم. حداقل غذا تو بخور. حتی به غذا نگاهی ننداختم. نمیخوام. میلم به غذا نیست. متعجب گفت تو منو دست انداختی دختر یه دیوونه؟ نکنه شکنجه رئیس باهات کاری کرده که مشاعر تو از دست دادی آره؟ ظرفو جلوتر گذاشت. بخور. چون من یکی از عهده جواب پس دادم به رئیس بر نمیام. شنیدی؟ لب زدم. فقط میخوام رئیس دلش خوش باشه. اونم با دیدن این احوالات من. فرخ با شنیدن حرفم بیشتر متعجب شد. به خدا که تو واقعا مشاعر تو از دست دادی. اگه خیال کردی با این رفتارت میتونی دل سنگ رئیس رو نرم کنی سخت در اشتباهی. اون دخترای خانم ملاکش هم نتونستن دل سنگش رو با عشق تسلیم خودشون کنن. تو که نوی دشمنشی. جای خود داری. لبخند محوی زدم. اگه اینطوری که تو میگی دیشب منو با آغوش کشید و الانم اجازه داده که برام غذا بیاری، پس حتما ته دلش انصاف و مروتی هم وجود داره. فرخ با تعجب بیشتری مطمئن شد. من که هرچی بگم تو یه جوابی داری که تحویلم بدی. از جاش بلند شد. به هر حال ظرف غذا رو هم اینجا میذارم. موقع بیرون رفتم به سمتم چرخید. شایدم برات غذا فرستاد تا جون داشته باشی واسه تحمل شکنجه. پس اگه میخوای دلش خوش باشه غذا تو بخور. این حرفش منو به فکر انداخت. فرخ بیرون رفت و من ظرف غذا رو به سمت خودم کشیدم و شروع به خوردن کردم. طولی نکشید که روشاک وارد اتاق شد و با نگاهی معنادار به غذا خوردن من نگاه کرد. کنارم نشست و با تحقیر لب زد. بالاخره تسلیم شدی. این از طرز غذا خوردنت پیداست. من لبخند محوی تحویلش دادم. خواستم قوت داشته باشم تا شکنجه ها تو تحمل کنم و تو با دیدنم خوشحال بشی. وگرنه که بودن در عالم بیخبری برام بهتر بود. روشا که این حرفمو شنید با عصبانی از ظرفو برداشت و اونو به گوشه‌ای پرت کرد. ببینم حالا چطور میخوای دل منو خوش کنی؟ آوردم که شکنجت بدم. اون وقت تو خیال داری اینجوری آزارم بدی؟ تو چی از جونم میخوای ها؟ با خونسردی لب زدم. ولی این تویی که قصد شکنجه منو داری. الانم به همین دلیله که اینجام. نکنه فراموش کردی جناب روشاک. آرامیست اینجاست که دل تو به آرامش برسه. یا آن دست روشاک دور تنم حلقه شد و منو به سمت خودش کشید و صورتمو با نگاهی معنادار از نظر گذروند. میخوای آرومم کنی آره؟ دست دیگهش روی زخم لبم کشیده شد. زخم لبت هنوز درد داره؟ بی حرف دیگه ای اونا رو به کام گرفت و با شدت به کارش ادامه داد و باز درد و در وجودم ریخت. اما هیچ مقاومتی نکردم. فقط تحمل و صبر. این رفتارمو که دید عصبی‌تر به تنم چنگ زد و وادارم کرد با اون همراهی کنم. اما من فقط خودمو به دستش سپرده بودم تا بلکه با خشمی که در قلبش داشت اونو به وجودم خالی کرد و آروم بشه. و این تمرد من اونو جری‌تر کرد و همونطور که انتظار داشتم سرشو عقب کشید و با 2 سیلی پیاپی که به صورتم زد کمی خودشو آروم کرد. بعد بیحال گوشه‌ای در کنارم نشست و با خشمم و آهسته لب زد. تو یه دیوونه چی ازم میخوای؟ دل سنگم اگه قرار به نرم شدنش بود که تا به حال شده بود. عصبی به سینه‌اش زد. قلب لعنتی پر از کینه و نفرته، پر از خشم و بی‌اعتمادی. اون وقت تو میخوای چی رو درست کنی ها؟ دستم با بیرمقی روی بازوش نشست. این صفحه قصه شکسته یه نمونشه. شاید محتویاتش در ظاهر برای قوت دادن به من واسه شکنجه بیشتر بود، اما قلبی اونو فرستاده بود که چشش یه دنیا حرف داشت. در کمال ناباوری روشاک حرفی به زبون آورد که منو شکنجه کرد. دلم یه زانویی میخواد که سرمو روی اون بذارم. خستم از همه چی. همونطور که بازوش در دستم بود اونو با تردید و آهسته به طرف خودم کشیدم و دیدم که روشاک آروم به طرفم کشیده شد و سرش روی پای بیرمقم قرار گرفت. لب زد. چه دنیای عجیبی. تو به شکنجهگر خودت پناه میدی در حالی که خودت از سرنوشتی که برات رقم خورده خبر نداری. به حرف اومدم. تو حق داشتی که گفتی باید تاوان بدم، اما الان به جای تو این دل منه که با این تاوان دادن به آرامش رسیده. با اینکه تازه از این ماجرا با خبر شدم ولی انگار بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد. روشاک لب زد. پس چرا من با مجازات کردنت خوشحال نشدم؟ چرا حال دلم خوش نیست آرامیز؟ تمام عمر یاد گرفتم چطور از دشمن انتقام بگیرم، اما هیچ کس یادم نداد که چطور.
حرفشو نیمه کاره رها کرد و از همین جمله نیمه تمام معنی حرف نگفتشو متوجه شدم. انگشتانم بی اختیار لابلای موهاش قرار گرفت. بخشیدن و محبت کردن بلد بودن نمیخواد. دل میخواد. مکسی کردم. من منتظرم تا سرنوشتی رو ببینم که برام رقم زدی. روشاک همونطور که سرش روی پاهام قرار داشت مچ دستمو که لابلای موهاش نوازشوار حرکت میکرد گرفت. میتونی همین الان برگردی. دیشب مادرمو به خواب دیدم. روحش در آرامش نیست. با من خوش رفتار نبود. من میخواستم تو رو تا حد عذاب کشیدن شکنجه بدم تا روحش در آرامش باشه که انتقامش رو بگیرم. اما مثل روز برام روشنه که محض بودن تو در اینجا این همه ناراحت بود. لب زدم. اما من اجازه نداد حرفمو تموم کنم. همین که گفتم من تو رو به خاطر مادرم آوردم اینجا. حالا که اون حالش خوش نیست من چطور میتونم خوشحال باشم؟ از جاش بلند شد و منو با خودش از اتاق بیرون برد. منو به گرما فرستاد. لباس تمیزی بهم داد و بعد با غذای مفصلی ازم پذیرایی کرد. اسبی در اختیارم گذاشت و منو تا درب قلعه همراهی کرد. تا آزادی که بری. زبونش امر به رفتن کرد اما نگاهش تمنای بودنمو داشت. باید مثل خودش رفتار میکردم تا از راز درونش با خبر میشدم. پس بی هیچ حرفی سوار اسب شدم و مسیر بازگشت رو در پیش گرفتم. اما کمی که دور شدم از اسب پیاده شد و به قلعه برگشتم. کنار در نیمه باز که رسیدم متوجه صدایی زمزمه‌وار شدم. اون روشاک بود که به دیوار تکیه داده بود. اما متوجه حضورم نشد. داشت با خودش حرف میزد. آرامیز، چطور میتونستم بهت بگم که بمونی؟ چطور بهت میگفتم که شکنجهگرت با وقاحت و حتی وقتی که داشت شکنجت میکرد بهت دل باخته بود و غرور و کینه مانعش شده بود. تو درست گفتی. عاشقی بلدی نمیخواد. دل میخواد که تو اونو با این رفتار زنده کردی. کاش اونقدر شهامت داشتم که ازت میخواستم بمونی. کاش. فاصله چند قدم رو پر کردم. دستم به بازوش نشست. قبل از رفتن من نگاه زودتر از زبونت به حرف اومد که من الان اینجا. روشاک متعجب و ناباور به من خیره شد. تو برگشتی آرامیز؟ لبخندی زدم. اصلا نرفته بودم که بخوام برگردم. فقط خواستم توی خلوت خود واقعی تو ببینم. روشاک با این حرفم به یاد رفتار مشابهی که با من داشت افتاد و لبخندی زد. دستش نوازشوار به موهام نشست. تو با من چی کار کردی دختر؟ منو به آغوش کشید. تو رو دزدیدم تا رسوای عالم بشی بابت گناه یه نفر دیگه. اما این من بودم که رسوا شدم به خاطر عشقت. این شروع پاراسکینو انتقام میتونست برای من و روشاک به تلخی تموم بشه. اما حسی که منو به سمت بخشیدن کشوند حال دل روشاک و بعد از سالها تغییر داد و محبت رو پذیرفت. اما اگه من به جای اون بودم واقعا حاضر بودم با یه تلنگر این خشم و انتقامو کنار بذارم و بخشنده باشم. روشاک کار بزرگی انجام داده بود و من از این بابت همیشه مدیونش بودم. اون بهم یاد داد گاهی در اوج نفرتم میشه عشق و فهمید و از پریشونی جهنم به آرامش بهشت رسید. عزیزان و همراهان داستان ناز، به پایان یکی از سرگذشت‌های زیبای کانال داستان ناز رسیدیم. به قلم بازنویسی خانم مهین خزایی زاده. ممنون که با لایک، کامنت و ارسال این پست برای دوستانتون همراه ما هستید.